به نام خدا. فصل اول، اعتماد. ببینید، اعتماد بیجا کردن به اشخاص مثل این میمونه که شما هر روز یه خنجری رو تیز میکنی میدی دست یه نفری و خودتو بی‌دفاع میکنی در مقابلش و بهش اجازه میدی که هر موقع خواست با اون خنجر بهت حمله کنه و تو رو از بین ببره. برای اشخاصی مثل من که تولید کننده هستن، اعتماد کردن یه سمه. ماها اعتماد میکنیم اشخاصی رو از بیرون مجموعه خودمون یا داخل مجموعه خودمون انتخاب میکنیم که وارد بشن و در مسیر شما با اعتماد بیجایی که میکنی باعث میشی طرف طرحتو بدزده، مشتریاتو بدزده، یا اینکه بشه خودش یکی از رقیبای سرسختت. یعنی وقتی که میاد کارو یاد میگیره میشه یه رقیب سرسخت. بیرون از اینجا، منظورم بیرون از تولیده، بازم همینه. ما خیلی از دوستانمون بودن که تمام دارایی زندگیشونو به اسم خانومشون کردن و بعد از چند سال خانوم طلاق گرفته و تمام دارایی اینا رو با خودش برده. یا یه دوست دیگه ای داشتیم با یه بنده خدای شریک بود، بعد یه مدت شریکش پسرش آورد جای خودش و خودشو بازنشست کرد و این دوست ما کماکان داشت با همون اعتمادی که کرده بود جلو میرفت. یه روز صبح که رفت در انبارشو باز کرد، دید هیچ کالایی داخل انبار نیست و همون پسر دوستش انبار رو خالی کرده بود و اینو گذاشته بود با دنیای چک. بعدش چکاش برگشت خورد و این بنده خدا هم به زندان افتاد. شما وقتی در مسیر موفقیتی داری یه مسیری رو میری، درسته باید حواست باشه که یه سری کارا رو به صورت روتین انجام بدی که باعث پیشرفت هر روزت بشه که زودتر بتونی به اون موفقیت یا هدفت برسی. مثل این میمونه که شما از تهران میخوای مثلا بری مشهد، آبروغن ماشینتو چک میکنی، موتور ماشینتو چک میکنی، زاپاستو چک میکنی، همه چی اوکیه، داری حرکت میکنی، اما یه سری خطرات داخل جاده هست که امکان داره برای شما بیفته. شما متوجه ضررهای سنگینی بشی. میتونه خواب آلودگی باشه، میتونه تصادف باشه، میتونه یه سنگ بزرگ وسط جاده باشه. اعتماد کردن یکی از اون خطراتیه که شما تو مسیر موفقیتت همیشه متوجهت هست. یعنی اگر توی مسیر حواست به این تابلوهای خطر نباشه، قطع به یقین شما هیچ وقت به مقصد نمیرسی. اگر که میخوای موفق بشید، اولین شرط موفقیت اینه که شما آسیبای مسیر موفقیتتو بشناسید که یکی از اون آسیبا اعتماد کردنه. خیلی جاها اعتماد خوبه، جواب میده. یعنی شما دنبال سرمایه گذاری مجبوری بهش اعتماد کنی، دنبال یه آدم متخصصی مجبوری بهش اعتماد کنی، دنبال یه مشتری خیلی بزرگ میگردی مجبوری بهش اعتماد کنی. اما اگر چارچوبش رعایت بشه، طبق قرارداد باشه، شما هیچ موقع از این اعتمادی که کردی لطمه نمیخوری. اعتماد کردن لول داره. یه زمانی هست شما یه کار خیلی کوچیک رو میخوای انجام بدی، آسیب آنچنانی به زندگیت نمیخوره، ولی یه زمان هست شما میخوای کار بزرگ انجام بدی. زمانی که میخوای کار بزرگ رو انجام بدی نمیشه به راحتی اعتماد کرد.
دوستانی که مثل ما تولید کنندن اینو خوب متوجه میشن. کسانی که اعتماد بیجا میکنن به افراد نالایق، ظرف مدت خیلی کوتاهی تمام اون مسیری رو که خودشون رفتن و مجبورن برگردن و از اول شروع کنن. من از اعتماد آسیبای خیلی زیادی خوردم. 100% شمایی که داری این پادکست رو گوش میدی، شما هم آسیبای خیلی زیادی خوردن. یه جاهای مالمون رفته، یه جاهای مجبور شدیم از جونمون بگذریم، یه جاهای آسیبا به خانوادهمون خورده. و این اعتماد کردنهای بیش از حد باعث این میشه که شما هر چقدر هم در مسیر موفقیتت کار درست باشی متوجهش نشی. چون خیلی از کسانی که اعتماد میکنن اصولاً اواسط مسیر یا انتهای مسیر از اون اعتماد آسیب میخورن. کسی اول مسیر از اعتمادش آسیب نمیخوره. و اینکه شما اعتماد بیجا کنی، یعنی با یه فردی وارد یه رابطه‌ای شدی، حالا کاری یا عاشقی یا هر چیز دیگه ای، اون فرد از شما خیلی میدونه، نقاط ضعفتون رو میشناسه، نقاط قوتتون رو میشناسه و این اعتماد کردنه به اون این اجازه رو میده که هر موقعی که دلش خواست به شما لطمه بزنه، هر موقعی که فرصت و مناسب دونست به شما ضربه بزنه. چون شما دو دستی تمام زندگی تو به دست طرف مقابل سپرد. اگه برین داستان ادیسون رو بخونی، ادیسون تو اوج ثروت و شهرت از دنیا رفت، اما تسلا در اوج فقر از دنیا رفت. با اینکه خیلی از اختراعاتی که ادیسون به اسم خودش ثبت کرد اختراعاتی بود که تسلا زحمتش رو کشیده بود، اما از اونجایی که مجبور بود و از اونجایی که اعتماد کرد، تسلا در فقر مرد و ادیسون در اوج شهرت و ثروت. شما هر آسیبی که بخوری برای کسی مهم نیست، چون اون فرد میدونه دقیقاً داره به شما این ضربه رو میزنه و میدونه دقیقاً چه بلایی قراره سر شما بیاد و به خاطر همینم از اعتماد شما سوء استفاده میکنه. پس به جای اینکه انتهای مسیر متوجه ضرری که دادید بشید، بهتره که اول مسیر اینو بدونید. هیچ وقت به کسی اعتماد نکنید. ما مثل پادکست های دیگه نمیتونیم بیایم با داستان سرایی و با صدای خیلی خوب این پادکست ها رو در اختیار شما بذاریم. اما فقط در این حد بهتون بگم که اگر پادکست اینجا گذاشته میشه، تمام درس زندگی و تجربه های تلخ که من و دوستانم این تجربه ها رو توی دوران متفاوت و مختلف کسب کردیم و بابتش ضررهای خیلی سنگین دادیم. شما نکنید دوستان، اعتماد نکنید، اون خنجر رو در اختیار کسی قرار ندید تا بتونه به وسیله همون خنجری که خودتون در اختیارش قرار دادید به شما حمله کنه.